اول انقلاب جمله‌ای تاریخی در رساله حماسه این مملکت و این انقلاب نوشته شده بود. بزرگمرد این انقلاب گفته بود اگر این همه مسلمان در دنیا نفری یک سطل آب بریزند، اسرائیل را آب خواهد برد. و ما میخوایم امروز کاری کنیم. هر کس در هر کجای دنیا این حرکت آتش به اختیار مردم مشهد به نمایندگی از همه مردم ایران، 80 میلیون ایرانی نفری $1 آمریکایی کنار بگذارن میشه 80 میلیون دلار و ما 80 میلیون دلار آتش به اختیار هدیه خواهیم داد به کسی که سر دستور دهنده قتل و ترور بزرگمرد این انقلاب رو برای ما رقم زد. هر کس سر مردک موزرد دیوانه رو برای ما بیاره 80 میلیون دلار از طرف ملت بزرگ ایران آتش به اختیار بهش هدیه خواهیم داد. اگر موافقید با تکبیر موافقتتون اعلام کنید. دو